روی شمع گل را استفاده مواد آرایشی که از بازار کاروان ارزان خریده است داغدار نمود. بازار رفتم برای خرید کردن روی آرایشی روی یک روز از همین کسمتیک‌هایی که در بیرون فروخته میشد خریداری کردم از کاروان البته و وقتی خانه اومدم مثلا در آرایشی روی استفاده کردم و جای فایده ضرر رسوند به من. باور کنین روی من کمتر وای شد. چخیل گفتم که کیم چخیل یک دولچه‌ها پیدا شد. اما روی که حسنی که داشتم بی‌زیب‌تر شد. با مجبور شدم به دکتر مراجعت کنم و او مبلغی که مثلا اثر را خریداری کردم 10 برابر وای من ضرر دیدم. پزشکان با او گفتند که محصولات استفاده کردهش بنابر نگهداری نادرست زهرآلود شده است. چون این تجربه تلخ باعث آن شد که شمع گل دیگر از خریداری محصولات آرایشی دست کشد. پزشکان در تاجیکستان از افزایش بیماری پوست بر اثر استفاده هر گونه پردازها اظهار نگرانی میکنند. آنها میگویند هفته تا 3-4 نفر با چنین شکایت به آنها مراجعت میکنند. با توجه به آن که در شهر فروشگاه‌ها و نقطه‌های فروش محصولات آرایشی خیلی زیاد است، شماره بیشتری زنان برای گرفتن مشورت و طبابت به ما مراجعت میکنند، زیرا متاسفانه خریداران نه همیشه به مهلت استفاده، صفت و همچنین شرایط نگهداری این محصولات توجه میکنند. اکثرا محصولات آرایشی از بازارها خریداری میگردند که در آنجا طلبات درست نگهداری رعایت نمیشود. استفاده از کرم های بی‌صفت باعث پیدایش آریزه ها در چهره زنان می شود که معالجه آنها وقت می خواهد. مصاحب ما میگوید زنان همچنین از استفاده بعضی نوع‌های عطرهای ارزان شکایت می کنند که آنها را به آلرژی یا حساسیت گرفتار کرده است. کارشناسان برینند امروز 90% محصولات فروشگاه‌های عطاری کشور را عطرهای تقلبی تشکیل می دهد. آرایشگران دلیل اصلی واردات چنین محصولات ارزان به کشور را به کمبزاعتی مردم وابسته می‌دانند که توان خریدنی عطرهای گران ارزش را ندارند. 20 مارس سال روان از سوی کارمندان خدمات گمرک در پی سنجش یکی از دکان‌های فروش عطر در بازار کاروان بیش از 200 قطعه عطر پس‌صفت را آتش زدند. مسئولین این نهاد میگویند تا یک سال اخیر در مجموع حدود 1.5 تن مواد آرایشی پس‌صفت و قاچاقی را مصادره کردند. من همزمان در بیمارخانه کلینیکی یاری تجلی کار میکنم. با ما بسیار زنها، دخترها خیلی به همین داغ روی، بی‌زیب شدنی پوست با ما مراجعت میکنند. از همین پس بودن صفت کسمتیکا ها برای همه اینها ضرر دیدگیشون بسیار هستند. من بیشتر از یک جو میگیرم برای که باوری دارم از این کس برایم از یک جو میگیرم. متخصصان آرایشی پوست به ساکنان کشور خریداری محصولات آرایشی و پردازی را از فروشگاه‌های مخصوص و یا داروخانه‌ها توصیه می‌دهند. یک قطره که در دکان مخصوص به قیمت 100 یا 200 سومانی ارزش دارد از فروش‌های کوچکی و یا بازارها به قیمت 10 و یا 15 سومانی دسترس می‌شود. بنابراین زنان به دسترس کردن محصولات ارزانتر رغبت دارند. خدمات گمرک تاجیکستان برای جلوگیری از واردات مواد غیرقانونی و قاچاقی جزا را برای صاحبکاران سنگین‌تر کرد. همکنون حجم جریمه صاحبکاران انفرادی برابر ارزش مال غیرقانونی وارد کردهشان تعیین می شود. جریمه شخصانی حقوقی از ارزش مال 2 برابر بیشتر خواهد بود.